با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. درس امروز در مورد بحث شتابه. شتاب یک کمیت برداریه که عبارت است از تغییرات سرعت بر زمان انجام تغییرات. ببینید، برای سرعت اومدیم گفتیم که تغییرات در واقع موقعیت جسم یا همون جابجایی بر زمان انجام اون، که اگر بازه‌ای داشتیم با دلتا نمایش میدادیم، اگر بازه نداشتیم و لحظه ایشو میخواستیم حساب کنیم از ایکس تیوم استفاده میکردیم. اما برای شتاب رو که با A نمایش میدیم و میگیم که تغییرات سرعت بر زمان انجام تغییرات، یعنی دلتا وی بر دلتا تی. دلتا وی یعنی وی دو منهای وی یک نسبتش بر تی دو منهای تی یک. بچه وی یک سرعت اولیه جسمه، وی دو سرعت نهایی جسم، تی یک زمان اولیه‌ای که بررسی میکنیم و جسم در زمان تی یک سرعت وی یک رو داره، و تی دو زمان نهایی که در این زمان جسم سرعت وی دو رو داره. پس شتاب رو میگیم عبارت است از تغییرات سرعت بر زمان انجام تغییرات. شتاب یک کمیت برداریه، چرا که سرعت یک کمیت برداری بود، پس شتاب هم یک کمیت برداری محسوب میشه. شتاب یک کمیت فرعیه. الان یکاشو با هم بررسی میکنیم. گفتیم که شتاب برابر استش با تغییرات سرعت بر تغییرات زمان. سرعت رو بر حسب متر بر ثانیه بیان میکنیم، تقسیم بر زمان هم بر حسب ثانیه. یه مخرج یک به این ثانیه مخرج میدیم و دور به دور نزدیک به نزدیک اگر انجام بدیم، یکای شتاب متر بر مجذور ثانیه است، یعنی متر تقسیم بر ثانیه به توان دو. پس این که شتاب یک کمیت فرعیه وابسته هستش به یک یکای طول و دو تا یکای زمان، به خاطر همین یک کمیت فرعی محسوب میشه. شتاب کمیت برداریه، عرض کردم، یعنی علاوه بر مقدار یا اندازه جهت هم داره و از این رابطه به دست میاد. خب وقتی به ما میگن متحرکی مثلا شتابش 3 متر بر مجذور ثانیه است، به این مفهومه که در هر ثانیه 3 متر بر ثانیه به سرعت آن افزوده می شود. وقتی میگیم شتاب متحرکی 3 متر بر مجذور ثانیه است، یعنی در هر ثانیه به مقدار سرعتش 3 متر بر ثانیه اضافه میشه. خب بچه ها بریم سراغ این قسمت که شتاب رو تعریف کردیم. شتاب هم دو نوع داریم، هم لحظه‌ای هم متوسط، که در ادامه در موردش صحبت میکنیم. شتاب کلی که ما میگیم منظورمون شتاب متوسطه، عبارت است از نسبت تغییرات سرعت بر زمان تغییرات اون. میبینیم که تغییرات سرعت رو بر زمان انجام تغییرات اگر تقسیم کنیم به شتاب میرسیم. از نظر پارامتری هم A برابر استش با دلتا وی بر دلتا تی. دلتا وی هم یعنی وی دو منهای وی یک بر تی دو منهای تی یک. شتاب رو با A نمایش میدیم. یه تعریف دیگه برای شتاب میتونیم بیان کنیم بچه ها. قبلا گفتم که هر زمانی که در فیزیک یک کمیت رو بخوام حساب کنیم که در مخرج این کمیت در این عبارت زمان وجود داشته باشه، از واژه آهنگ استفاده میکنیم. آهنگ تغییرات سرعت رو بهش میگیم شتاب. این هم یه تعریف دیگه برای شتابه. آهنگ تغییرات سرعت کمیت برداری علاوه بر مقدار یعنی اندازه یا بزرگی جهت هم داره و بر حسب یکای متر بر ثانیه به توان دو بیان میشه. توی این جدول داریم میبینیم که کمیت و نماد رو معرفی کرده و بر حسب یکای اون مشخص کرده. وقتی که میگیم شتاب متحرکی یا اتومبیلی 5 متر بر مجذور ثانیه است، یعنی در هر ثانیه به سرعت اون 5 متر بر ثانیه افزوده میشه. اگه سرعت اتومبیلی 10 متر بر ثانیه باشه و شتابش 5 متر بر مجذور ثانیه باشه، ثانیه بعدی سرعتش میشه 15 متر بر ثانیه و ثانیه بعد از اون 20 متر بر ثانیه، یعنی در هر ثانیه به سرعتش 5 متر بر ثانیه افزوده میشه. حالا میخوایم ببینیم چه وقتی حرکت شتاب داره. حرکت شتابدار چه وقتی؟ دلتا وی به دلتا تی. ببینید شتاب یک کمیت برداریه، چرا که سرعت برداری بود و تغییرات سرعت هم طبعا برداریه. بر زمان انجام اون تغییرات اگر نسبت بگیریم، میخوایم ببینیم که چه وقتی شتاب برداریه، چه وقتی یه حرکت شتاب داره.
چه وقتی یک حرکت شتاب داره؟ شتاب که همیشه برداریه. چون کمیت برداری محسوب میشه، ببینید شتاب چون یک کمیت برداری محسوب میشه، پس هم مقدار داره و هم جهت. مقدار، اندازه یا بزرگی. اینه که اینو بارها دارم تکرار میکنم، این مقدار، اندازه یا بزرگی اهمیت داره که این کارو میکنم، چون بارها دیده شده که بچه‌ها روی اینا مشکل پیدا میکنن و تو سوالات وقتی که از عبارت بزرگی استفاده میشه سوال رو متوجه نمیشن و با این مفاهیم گاهن سوالاتی رو اشتباه حل میکنن. به خاطر اینکه تکرار میکنم، به خاطر اهمیتش که این کار رو انجام میدیم. خب چون شتاب یک کمیت برداریه، بنابراین هم مقدار داره و هم جهت. پس چه وقت حرکت شتاب داره؟ وقتی که مقدار سرعت تغییر کنه. ببینید وقتی که این اندازه سرعت تغییر کنه، مثلا از 3 متر بر ثانیه سرعت تبدیل بشه به 4 متر بر ثانیه، یا حتی کمتر هم بشه، از 3 متر بر ثانیه تبدیل بشه به 2 متر بر ثانیه. پس هر وقتی که مقدار یا اندازه سرعت تغییر کنه حرکت شتاب داره. بچه‌ها چون جهت هم داره، پس اگر جهت حرکت متحرک هم تغییر کنه شتاب به وجود میاد دیگه. وقتی که جهت سرعت تغییر کند، یعنی متحرک ما جهتش از یک جهت ثابت در بیاد. مثلا در حرکت دایره‌ای در نظر بگیرید، متحرکی که از اینجا شروع میکنه به حرکت و میخواد روی این مسیر دایره‌ای شکل حرکت کنه، در هر لحظه جهتش داره تغییر میکنه. اگه بخوایم جهتش رو پیدا کنیم، در هر لحظه مماس بر این مسیر رو رسم میکنیم، خط مماس بر مسیر، و خط مماس بر مسیر بیانگر جهت حرکت متحرک. اگه به اون یه پیکان، یک فلش یا پیکان نسبت بدیم و روش رسم کنیم. پس اگر جهت حرکت متحرک هم تغییر کنه، جهت سرعت تغییر کنه، میتونه شتاب به وجود بیاد. یه حالت دیگه هم هست، هر دوتا با هم تغییر کنن، یعنی هم جهت و هم مقدار هر دو توأمن با هم تغییر کنن. هر دو یعنی مقدار، اندازه یا بزرگی، و جهت حرکت متحرک تغییر کنند. در این صورت حرکت شتاب داره. پس اگر اندازه مقدار یا بزرگی سرعت تغییر کنه، یا جهت سرعت تغییر کنه، یا هر دو با هم تغییر کنن، در این صورت حرکت شتاب داره. اگه اندازه و جهت سرعت متحرک تغییر نکنه، حرکت یک نواخته. البته یک نواخت روی خط راست دیگه، حرکت یک نواخت روی خط راست است. حرکت مستقیم الخط یک نواخت محسوب میشه و در اون صورت دیگه شتابی نداره. پس یه بار دیگه تکرار کنم، اگر اندازه، جهت یا هر دوتا با هم تغییر کنن حرکت شتاب داره. اگر اندازه و جهت تغییری نکنند حرکت یک نواخت روی خط راسته، یعنی جسم با سرعت ثابتی روی خط راستی داره حرکت میکنه. یه سوال از ما پرسیده، گفته که نوع حرکت های زیر رو مشخص کنید. ما باید بگیم که این حرکت ها شتاب دار هستند یا خیر. اتومبیلی با سرعت ثابت در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است. ببینید هم مقدار سرعت ثابته و هم جهت سرعت، چون مسیر مستقیمه. پس این یک حرکت مستقیم الخط یک نواخت محسوب میشه. مستقیم الخط یک نواخته. چرا که هم مقدار سرعت ثابت بود و هم جهت سرعت ثابت بود. پس حرکت مستقیم الخط یک نواخته و شتابدار نیست. اسب سواری با سرعت ثابت، ببینید مقدار سرعت ثابته، مقدار در یک مسیر منحنی، مثلا دور پیچ جاده، پس میگیم جهت متغیره. ببینید مسیر منحنی دیگه جهت ثابت نیست، پس این یک حرکت شتابدار محسوب میشه. چرا اینکه با وجود ثابت بودن مقدار سرعت، اما جهت سرعت داره تغییر میکنه، پس شتاب وجود داره.
اتومبیلی با سرعت متغیر. خب ببین مقدار سرعت دیگه متغیره، دیگه مقدار متغیره، ثابت نیست. حتی اگه جهت هم ثابت باشه، چون مقدار سرعت ثابت نیست، پس این هم یک حرکت شتابدار محسوب میشه. به این ترتیب میتونیم این مورد رو بررسی کنیم و به دو تا پارامتر جهت و مقدار توجه میکنیم. تکرار کنم بچه ها که مقدار یعنی اندازه یا بزرگی. یه نکته رو با هم بررسی کنیم. ببینید من با یه مثال نکته رو عرض میکنم. یه مسیری رو انتخاب میکنیم. توی این مسیر فرض میکنم که اینجا مبدأ زمان ماست، مبدأ مکان ماست و در واقع سرعت متحرک هم توی این نقطه صفره. بازه هایی که انتخاب میکنم 2 ثانیه‌ای باشه، 4 ثانیه، یعنی هر بازه 2 ثانیه 2 ثانیه اضافه بشه و به این ترتیب سرعت ها رو هم اینجا بررسی کنم. سرعت صفر، اینجا سرعت 4 متر بر ثانیه شده، اینجا به فرض سرعت 8 متر بر ثانیه است، 12 متر بر ثانیه است. در ثانیه هشتم سرعت به فرض 15 متر بر ثانیه است. ثانیه دهم سرعت 17 متر بر ثانیه. ثانیه 12 سرعت به فرض 18 متر بر ثانیه است. در بازه بعدی یعنی ثانیه 14 سرعت فرض میکنم که 18 متر بر ثانیه است همچنان. و در ثانیه 16 یعنی بازه بعدی 2 ثانیه‌ای که بررسی کنیم به فرض سرعت 16 متر بر ثانیه است. خب بیام توی هر بازه شتاب اون بازه رو حساب کنم. در بازه اول یعنی از ثانیه 0 تا 2 سرعت به این ترتیب افزایش پیدا کرده. بچه‌ها فرمول شتاب اینه: آ برابر استش با دلتا وی بر دلتا تی، یعنی سرعت نهایی منهای سرعت اولیه تقسیم بر زمان نهایی منهای زمان اولیه. خب توی بازه اول سرعت نهاییمون 4، یعنی وی دومون 4، وی یکمون 0. بازه زمانیمون هم تی دو 2 و تی یک 0، 2 منهای 0 و این به ما میده 4 دوم که شتاب میشه 2 متر بر مجذور ثانی. بازه بعدی اینجا بیام شتاب رو حساب کنم. آ برابر استش با وی دو ما اینجا 8، وی یکمون 4، پس میشه 8 منهای 4. بازه زمانیمونم 4 ثانیه منهای 2 ثانیه که میشه 8 منهای 4 4 دوم که شتاب همچنان 2 متر بر مجذور ثانیه است. در قسمت سوم دوباره بیایم شتاب رو حساب کنیم. آ برابر استش با سرعت نهایی 12، سرعت اولیه 8، 12 منهای 8 تقسیم بر بازه زمانیمون 6 منهای 4 و به ما میده 4 دوم که برابر میشه با 2 متر بر مجذور ثانی. در قسمت بعدی دوباره شتاب رو اینجا حساب کنیم. ببینید تا این 4 بازه رو ما بررسی کردیم، 3 بازه‌ای که بررسی کردیم تا اینجا شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه بود، یعنی در هر ثانیه به سرعت متحرک 2 متر بر ثانیه افزوده شده که در 2 ثانیه میشه 4 متر بر ثانیه و به این ترتیب میبینیم که این الگو مرتب تا اینجا ادامه پیدا کرده. در بازه بعدی شتاب رو بخوایم حساب کنیم. وی دومون 15، وی یکمون 12، 15 منهای 12 تقسیم بر 8 منهای 6 که به ما میده 3 دوم. پس شتاب اینجا شد 1.5 متر بر مجذور ثانی. در قسمت بعدی توی این بازه دوباره بیام شتاب رو حساب کنم. آ برابر استش با وی دو که 17 منهای وی یک که 15. بازه زمانی هم همچنان همون 2 ثانیه هستش، 10 منهای 8 که به ما میده 2 دوم برابر 1 متر بر مجذور ثانی. بازه بعدی یعنی از ثانیه 10 تا 12. من اینو بیارم اینجا بنویسم. آ برابر استش با وی دومون که 18، وی یک 17، 18 منهای 17 تقسیم بر 12 منهای 10 که به ما میده 1 دوم. شتاب میشه نیم متر بر مجذور ثانی. در قسمت بعدی یعنی از ثانیه 12 تا 14 شتاب رو بخوایم حساب کنیم. آ برابر میشه با وی دوش که 18، وی یکش هم 18، 18 منهای 18 تقسیم بر 14 منهای 12
که حاصل میشه 0.2 و شتاب تو این قسمت 0. در قسمت آخر به این ترتیب بخوایم شتاب رو حساب کنم، آ برابر میشه با V2 که 16 منهای V1 که 18 تقسیم بر 16 منهای 14. بازه زمانی 2 ثانیه است و اینجا تغییرات سرعت منفی 2 متر بر مجذور ثانیه است که شتاب میشه منفی 1 متر بر مجذور ثانیه. شتاب منفی داریم، بله، چون شتاب کمیت برداریه پس میتونه منفی باشه. حالا میایم شتاب هر مرحله رو روی خودش می‌نویسیم. در قسمت اول شتاب 2 متر بر مجذور ثانیه بوده. قسمت دوم شتاب 2، قسمت سوم شتاب دوباره 2، قسمت چهارم شتاب 1.5 شده، قسمت پنجم شتاب 1، قسمت ششم شتاب 1/2، قسمت هفتم شتاب 0، شتاب نداریم، و قسمت هشتم شتاب منفی 1 شده. خب ببینید بچه ها، اینا رو با هم بررسی کنیم. توی این بازه اول سرعت افزایش پیدا کرده، پس شتاب داشتیم. در بازه دوم سرعت دوباره افزایش پیدا کرده، با همون نسبتی که تو قسمت اول داشتیم شتاب 2 شده و قسمت سوم هم مشابه دو قسمت قبلی شتاب برابر 2، چون سرعت به صورت منظم زیاد شده. در بازه سوم شتاب کم شده، شتاب 1.5 شده. سرعت افزایشی بوده، ببینید سرعت از 12 به 15 متر بر ثانیه رسیده، یعنی مقدار سرعت افزایش پیدا کرده اما شتاب کاهش پیدا کرده. بازه بعدی همچنین سرعت 2 واحد افزایش پیدا کرده در بازه 2 ثانیه‌ای، اما نسبت به مرحله قبل شتاب دوباره کمتر شده و 1 متر بر مجذور ثانیه شده. می‌بینیم که افزایش سرعت داریم اینجا هم مجدداً و کاهش شتاب، یعنی شتاب به صورت منظم داره کم میشه. وقتی که سرعت ثابت باشه در بازه 18 متر بر ثانیه تا 18 متر بر ثانیه که بازه ثانیه‌ای 12 تا 14 هست، ما شتاب نداریم، شتاب 0. و در بازه بعدی سرعت همچنان مثبته اما کاهش پیدا کرده. می‌بینیم که شتابمون منفی میشه. یعنی یه نتیجه می‌خوایم بگیریم. در بعضی از حرکت‌ها با اینکه مقدار سرعت داره زیاد میشه، مثلا از اینجا تا اینجا سرعت داره زیاد میشه، اما در بعضی از قسمت‌ها شتاب داره کم میشه و این خیلی نکته مهمیه. همیشه با افزایش سرعت ما افزایش شتاب نداریم. به این ترتیب اینو بررسی میکنیم که این نتیجه رو میگیریم که میدونستیم که اندازه شتاب آهنگ تغییر سرعت. این یکی از تعریفایی بود که برای شتاب داشتیم. اگر شتاب یک جسم رو به کاهش باشه، به این معنیه که آهنگ تغییر سرعت رو به کاهشه. همین چیزی که اینجا دیدیم که در بازه های بالاتر این اتفاق افتاد. ولی به این معنی نیست که سرعت جسم رو به کاهش خواهد بود. سرعت افزایش پیدا میکرد. اینجا سرعت داره از 12 به 15 به 17 به 18، یعنی سرعت داره افزایشی میشه، اما شتاب اینجا کاهشیه. پس افزایش یا کاهش سرعت مربوط به منفی یا مثبت بودن شتابه. یک جسم تا وقتی که شتاب مثبت داشته باشه سرعتش افزایش پیدا میکنه. اگر بزرگی یا اندازه یا مقدار این شتاب مثبت در حال کاهش باشه، نتیجه میگیریم که آهنگ افزایش سرعت جسم رو به کاهشه و این به معنی کاهش سرعت نیست، بلکه اون بازه تغییراتی سرعت داره کم میشه. سرعت داره زیاد میشه اما میزان زیاد شدنش کم کم رو به کاهشه. این خیلی نکته مهمیه، حتما بهش توجه کنید که سوالات خوبی از این نکته وجود داره و بارها مورد پرسش قرار میگیره. در مورد حرکت تندشونده و کندشونده چند تا نکته داریم. اگر اندازه سرعت متحرکی زیاد بشه، یعنی چی؟ یعنی سرعتش طبق بازه زمانی که داریم پیگیری میکنیم و بررسی میکنیم زیاد بشه، میگیم حرکت تندشونده است. و اگر اندازه سرعت با گذشت زمان کاهش پیدا کنه، میگیم حرکت کندشونده هستش. یعنی اگر سرعت به فرض از 15 متر بر ثانیه به 18 متر بر ثانیه برسه، این حرکت ما در حال تند شدنه، سرعت داره افزایش پیدا میکنه، میگیم حرکت تندشونده است. و اگر از 18 متر بر ثانیه کمتر بشه، به فرض به 14 متر بر ثانیه برسه، میگیم که این حرکت با گذشت زمان داره سرعت کاهش پیدا میکنه و یک حرکت کندشونده هستش. پس اگر سرعت نهایی از سرعت اولیه بیشتر باشه، در این صورت شتاب مثبته و میگیم حرکت تندشونده است.
و اگر سرعت نهایی کمتر از سرعت اولیه باشه شتاب منفی میشه و حرکت کندشونده است. این رابطه رو در نظر بگیرید. آ برابر میشد با دلتا وی بر دلتا تی که وی دو منهای وی یک رو بر تی دو منهای تی یک به ما میده. اگر سرعت افزایشی باشه یعنی وی دو بیشتر از وی یک باشه، خب ببینید مخرج کسر همیشه عدد مثبتیه، زمان که به عقب بر نمیگرده و همیشه تی دو از تی یک بیشتره. پس حاصل تفاضل تی دو منهای تی یک همیشه از صفر بزرگتره. میریم سراغ صورت کسر. وی دو منهای وی یک، اگر وی دو بزرگتر از وی یک باشه در این صورت وی دو منهای وی یک هم مثبت میشه. پس این کسری که ما داریم کلا که شتاب رو به ما میده یک عدد مثبت میشه. پس وی دو بیشتر از وی یک شتاب مثبت رو به ما میده، همین موردی که اینجا داریم. و اگر بچه ها وی دو کمتر از وی یک باشه در این صورت با توجه به اینکه مخرج کسر همواره مثبت و بزرگتر از صفره، در این صورت کسر منفی میشه، یعنی وی دو منهای وی یک ما کوچکتر از صفر میشه و این شتاب منفی رو به ما میده که حرکت رو کندشونده میگیم. اگر وی دو با وی یک برابر باشه چه اتفاقی میفته؟ مخرج که بزرگتر از صفر، صورت کسر صفر میشه. در این صورت وی دو منهای وی یک برابر صفر میشه و شتاب نداریم، شتاب برابر صفر خواهد بود. پس اگر شتاب مثبت باشه یعنی حرکت شتابدار تندشونده یا افزاینده است. این مورد. اگر شتاب منفی باشه، مورد دوم، حرکت کندشونده یا کاهنده است، شتابدار کاهنده استش. و اگر شتاب صفر باشه یعنی حرکت یک نواخته، یعنی اینکه سرعت‌های اولیه و انتهایی با هم برابرن، اصلا تغییر سرعت نداشتیم. این هم در مورد حرکت کند و تندشونده. توضیح حرکت تندشونده هم اینه که بزرگی سرعت در حرکت تندشونده به طور مرتب داره زیاد میشه. سرعت و شتاب هم جهتند، پس حاصل ضربشون مثبت میشه بچه‌ها، و در صورتی که هر دو روی در واقع یک محور در یک سمت باشن. چنانچه هر دو به سمت محورهایی که ما انتخاب میکنیم در خلاف جهت محور باشن منفی ان. ببینید شتاب و سرعت در حرکت تندشونده هم علامتن، یا هر دو مثبتن یا هر دو منفی. این محور رو در نظر بگیرید، سمت مثبت ها سمت منفی ها. اگر شتاب و سرعت هر دو در امتداد محور مثبت باشن A و V، در این صورت حاصل ضربشون مثبت میشه. اگه هر دو به سمت منفی باشن پس V یه منفی داره، A هم یک منفی داره، باز هم حاصل ضربشون مثبت میشه، چون منفی در منفیشون مثبت میشه. پس هر دو یا مثبتن یا هر دو منفیان که ما حرکت تندشونده رو داریم، هم علامتن. اما فقط کافیه که یکیشون علامتش فرق کنه، در اون صورت حاصل ضرب اون دوتا عبارت منفی میشه و میگیم حرکت کندشونده است. پس در حرکت کندشونده بزرگی سرعت کاهش پیدا میکنه که این به منزله منفی شدن شتابه، یعنی سرعت افزایشیه ولی شتاب کاهشیه که در این حالت میگیم حرکت کندشونده است. مثل این وضعیتی که اینجا داشتیم در این قسمت. یه جایی بودش که توی این محدوده، ببینید توی این محدوده سرعت داره افزایش پیدا میکنه اما شتاب داره کم و کمتر میشه. منظور ما همین حالت هستش. پس در حرکت کندشونده بچه ها شتاب و سرعت خلاف جهت هم دیگه هستند و حاصل ضربشون یه عدد منفی به ما میده، یعنی همیشه مخالف العلامت هستن. علامتاشون با هم مختلفه، یکیشون منفی یکیشون مثبت. اگه شتاب مثبت باشه حرکت رو میگیم شتابدار تندشونده یا افزاینده، اگه منفی باشه میگیم شتابدار کندشونده یا کاهنده، اگه هم صفر باشه که گفتیم حرکت یک نواخته. این مورد سومی که اینجا بررسی کردیم برای حالتیه که شتاب صفره. پس بچه بیایم حرکت ها رو دوباره روی جزئیاتشون یه ذره بیشتر صحبت کنیم. میگیم حرکت یک نواختی که شتاب نداره، سرعت در تمام لحظات ثابته، شتابش صفر میشه. ببینید تو حرکت یک نواخت V1 با V2 برابره که این نتیجه میداد به ما A برابر صفر، یعنی متحرک در زمانهای مساوی داره مسافتهای مساوی رو طی میکنه. مسافتهای مساوی
چون روی خط راست داریم صحبت میکنیم با جابجایی برابر در واقع. وقتی که سرعت در همه لحظات ثابت باشه، سرعت لحظه‌ای و متوسط با هم برابرن. پس ویژگی های حرکت یک نواخت اینه که متحرک در زمانهای مساوی مسافتهای مساوی رو طی میکنه و چون سرعت ثابت هستش، سرعت لحظه‌ای و متوسط با هم برابرند و این حرکتی که شتاب در اون برابر صفره. این ویژگی های حرکت یک نواخته. اما اگه حرکت شتابدار باشه، خب این حرکت لازمش اینه که سرعت تغییر کنه. باید V2 با V1 برابر نباشه، نامساویان، و این به ما میده که حرکت شتاب داره. پس آ وجود دارد و مخالف صفر است. آ مخالف هستش با صفر. حرکت شتابدار رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یا شتابدار افزاینده هستش یا شتابدار کاهنده، که شتابدار افزاینده و کاهنده رو میبریم توی زیر مجموعه حرکت با شتاب ثابت. این شتاب ثابت یا داره زیاد میشه یا داره کم میشه. اگه زیاد بشه حرکت تندشونده است. توی این حرکت سرعت منظم داره زیاد میشه. اگه سرعت به صورت منظم کم بشه میگیم شتابدار کندشونده است. و عرضم به حضور شما حرکت با شتاب متغیر هم که موضوع بحث ما نیست، تو پای 12 اینو یاد میگیریم. حرکت با شتاب متغیر حرکتیه که در بازه‌های مختلف شتاب‌ها متفاوتن و نظم خاصی نداره. سرعت به صورت نامنظم کم یا زیاد میشه که حرکت رو شتابدار متغیر میگیم. خلاصه وار دوباره تکرار کنم که یا حرکتمون یک نواخته یا حرکتمون شتاب داره. اگه حرکت یک نواخت باشه شتاب برابر صفر. اگه حرکت شتابدار باشه شتاب مخالف هستش با صفر و دو نوع رو ما بررسی میکنیم، یا شتابدار ثابته یا شتابدار متغیره. شتابدار متغیر رو پایه های بالاتر یاد میگیریم، سالهای بالاتر یاد میگیریم. شتابدار ثابت رو به دو دسته تقسیم میکنیم، یا شتابدار تندشونده با اسامی افزاینده، تندشونده همون افزاینده، یا کندشونده هستش که بهش میگیم کاهنده. پس حرکت رو، انواع حرکت رو اینجوری میتونیم بررسی کنیم. خب بچه ها چند تا نکته. اگر توی سوالی با این جمله مواجه شدیم که گفته بود متحرکی از حالت سکون شروع به حرکت میکنه، این معنیش اینه که سرعت اولیه‌اش برابر صفره. یعنی در مبدأ زمان سرعت اولیه‌اش صفره. و اگه توی سوالی گفته بود که متحرکی ترمز کرده و می ایستد یا میگه متوقف خواهد شد، که از این جور سوالا خیلی داریم، توی این جور سوالا بچه‌ها حتما سرعت نهاییمون صفره. سرعت ثانویه رو برابر صفر میگیریم و مسئله رو حل میکنیم. خب این چیزایی که با هم صحبت کردیم در موردش در واقع تئوری درس ما بود. ما درس رو توی مثال هایی که حل میکنیم یاد میگیریم و حالا توی ترک بعدی با مثال های مختلفی از شتاب مواجه میشیم و حالت های خاصش رو بررسی میکنیم. مثال های بیشتر هم در کلاس های ورکشاپ مورد بررسی قرار میدیم. خسته نباشید.